و واقعیت شناسی روش و مکتب را گویند که یک هنرمند با واقعیت‌ها و با مهارت هرچی بیشتر و استعداد هنری خود حقایق و خوبی‌ها را روی پارچه بیاورد که به زبان لاتین و یا لاتین ریالیسم گفته و نام نهادن. دوم، طبیعت شناسی روش و مکتب را گویند که هنرمند نقاش و یا رسام با طبیعت و مناظر مشغولیت و سراکار داشته باشد که به زبان لاتین و یا لاتین نیچر و یا نیچرالیسم نام نهاده‌اند. سوم، رویا و تخیل روش و مکتب را گویند که خودساخته و زحمات و همچنان مهارت و شهکاری های هنرمند نقاش و رسام باشد. به گونه نمونه چه نقاش، چه آوازخوان، چه نوازنده، چه آهنگساز در هنر دراماتیک، تئاتر، هنر سینما که خودساخته و به طرز مکتبی پیش برود رویایی، تخیل و خودسازی نامیده می شود که به زبان لاتین کمپوز و یا کمپوزیشن مسمى شده است. و ناگفته نباید گذاشت که این مکتب هنری کلاس‌ها و رشته‌های زیاد و متنوع و مختلف دیگری دارد که در شرایط امروزی اهمیت زیاد را کسب نموده و بیشترینه در کشورهای اروپایی تدریس می شود.